سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به کانال من در یوتیوب. این اولین ویدیوی من در یوتیوب و اولین ویدیوی سری اساسی های لینوکس برای هکر هست. در این سری در مورد یکی از مهمترین مباحث حوزه سایبر سکیوریتی یعنی لینوکس و دستورات ضروری اون برای کسانی که میخوان وارد این زمینه بشن و تو این زمینه کار کننده. خب اولین سوالی که باید بپرسیم اینه که لینوکس چه اهمیتی در حوزه سایبری داره. واقعیتش اینه که لینوکس یکی از قدرتمندترین سیستم عامل‌ها در حوزه سایبر سکیوریتی و اساسی برای کسانی که میخوان وارد این رشته بشن. اما با تمام اصطلاحات، ابزارها و تول‌های مختلف که وجود داره، یادگیری لینوکس ممکنه کیج کننده بشه و بدون راهنمای مناسب و برنامه‌ریزی مناسب پیچیده میشه. در این سری قصد داریم از مباحث ابتدایی شروع کنیم و اول مفاهیم پایه رو یاد بگیریم، سپس به موضوعات پیشرفته میپردازیم. همچنین قصد دارم که تمام دانش این دوره رو در سناریوهای واقعی استفاده کنم. برای مثال پلتفرم‌های آنلاین زیادی وجود داره که علاوه بر اینکه در یادگیری یک موضوع به ما کمک میکنن، فرآیند یادگیری رو سرگرم کننده و لذت بخش میسازن. همچنین سعی میکنم ویدیوها رو کوتاه و مختصر اما متمرکز در مورد موضوع اصلی ارائه بدم تا اینکه درس خسته کننده نشه. و میخوام یادآور بشم که هر ویدیو با تلاش و گذاشتن وقت آزادم آماده میشه. بنابراین هر لایک، کامنت و سابسکرایب شما برای من ارزش زیاده داره و هر لایک و کامنت و سابسکرایب شما باعث ایجاد انگیزه برای ادامه کار و تولید محتوای بهتر برای شما مخاطبان عزیز خواهد شد. نکته آخر اینه که من انتظار دارم شما داره یک ماشین مبتنی بر لینوکس باشین. میتونید با استفاده از نرم افزارهای از قبیل VirtualBox، VMware لینوکس رو به صورت مجازی نصب کنید یا اون را بر روی هارد درایوتون به عنوان سیستم عامل اصلی خودتون نصب کنید. سیستم عامل کلی لینوکس رو پیشنهاد میکنم، زیرا تمام ابزارهایی که تو این سری خواهیم دید و یاد گرفت به صورت پری انستال یعنی از قبل نصب شده. اما هر ورژن دیگری از لینوکس رو که دوست داشته باشین و میتونین استفاده کنین. شاید بعضیاتون اوبونتو دوست داشته باشین، شاید بعضیاتون منت و آرچ که من خودم طرفدار آرچم. اما اگر نمیدونید کلی لینوکس رو چجوری نصب کنید، مشکلی نیست، میتونم درباره نصب کلی لینوکس به صورت مجازی یا روی هارد درایو ویدیو تهیه کنم. اما ویدیوهای زیادی وجود داره تو یوتیوب و دیگر پلتفرم ها و همه خاطر لازم ندیدم. خب بسیار خوب، تقریبا تمام نکته هایی بود که میخواستم قبل از شروع این دوره با شما عزیزان به اشتراک بذارم. بریم دست به کار بشیم.